سلام، صدا و تصویر ما رو از قلب مدیریت ایران دارید. دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران. فرقی نمیکنه دانشجوی این دانشکده دانشجوی دانشگاه تهران یا هر دانشگاه دیگه، شاید هم اصلا دانشجو نباشه، ولی بد نیست بدونید توی بهترین دانشکده دانشگاه تهران چه خبره. بزن بریم. 12 اردیبهشت ماه امسال سردر جدید و جذاب دانشکده افتتاح شد و اسمش هم از دانشکده مدیریت شد دانشکدگان مدیریت. این سردر 4 تا قاب داره که نمادی از 4 تا کارکرد اصلی مدیریتن و حوزی که زیر این قاب‌ها و در امتداد 3 تا حوز دیگه‌ای که از قبل توی دانشکده داشتیم قرار گرفته، نمادی از حرکت و سیالیت رو توی دانشکده تداعی میکنه. قبل از ورود به بخش مرکزی دانشکده، ساختمان امام رضا رو می‌بینیم که البته از الان به اسم دانشکده حسابداری و مدیریت مالی می‌شناسیمش. بریم فضای داخلی دانشکده رو ببینیم که من عاشقشم. اینجا 2 تا بخش داره، ساختمان شمالی و ساختمان جنوبی. در واقع دانشکده مدیریت کسب و کار و دانشکده مدیریت دولتی. توی این 2 تا ساختمون علاوه بر کلاس‌ها که طبقه بالا اند، دفتر یه سری از اساتید، تشکل‌ها، انجمن‌های علمی، امور دانشجویی و البته آموزش رو هم داریم. و بله، بازگشت همه به سوی آموزش است. و اما کلاس 12، کلاس مورد علاقه خودم. اینجا دوست داری ساعت‌ها بشینی فقط به درس گوش بدی. آمار و ارقام نشون میده که توی چند سال گذشته علاقه به رشته‌های مدیریتی خیلی بیشتر شده و خیلی از داوطلبای کنکور برای نشستن روی صندلی‌های این دانشکده که اساتیدش از بهترین اساتید مدیریت ایرانن تلاش میکنن. اینجا 2400 تا دانشجو داره که اکثرا به بازار کار جذب میشن یا توی مقاطع تحصیلی بالاتر مشغول به تحصیل میشن یا فاند تحصیلی میگیرن از بهترین دانشگاه‌های دنیا و این نشون دهنده کیفیت بالای آموزشی اینجاست. علاوه بر این تعداد دانشجو حدود 4500 دانشپذیر توی دوره‌های کاربردی MBA و DBA داریم که پنجشنبه جمعه توی دانشکده برگزار میشه و دانشپذیرای این دوره‌ها کارمندا و رؤسای شرکت‌های بزرگ و معتبرند و علاوه بر آموزشایی که اینجا می‌بینن ارتباطات خوبی توی کسب و کارشون پیدا می‌کنن. البته درآمد این دوره‌ها و سمینارهای آموزشی که توی دانشکده برگزار میشه خرج دانشکده و دانشجوهاش میشه و این یعنی استفاده درست از منابع، یعنی مدیریت. اینجا یه بحث بعد نیست بریم یه سر سلف دانشکده بزنیم ببینیم ناهار امروز چیه. کیفیت بالای سلف مدیریت رو همه دانشگاه میدونن و برای خیلی سوال اینه که دلیلش چیه؟ دلیلش همون چیزیه که چند ثانیه قبل گفتم، مدیریت درست منابع. درآمد سمینارهای مختلف و برگزاری دوره‌های مدیریتی و ارتباط فعال دانشکده با صنعت باعث شده دانشکده منبع درآمد داشته باشه و محدود به بودجه‌های دولتی نباشه. و کتابخونه دانشکده، پاتوق من. معماری اینجا فوق‌العاده است. اصلا دلت می‌خواد بری بشینی اونجا درس هم نخونی، حتی فیلم ببینی، گیم بزنی، اصلا هیچ کاری نکنی. این طبقه یعنی طبقه اول مخزن کتاب‌هاست که گنجینه کاملی از کتاب‌های مدیریتی هستند. طبقه بالا یعنی طبقه 2 سالن مطالعه است. بریم یه چرخی بزنیم بچه درسخونه‌های دانشکده شناسایی بشن. طبقه سوم سایت دانشکده است. بچه‌ها اینجا روی پروژه‌هاشون کار می‌کنن، کارهای پایان‌نامه‌شون رو انجام میدن. یه بخشی هم اینجا هست برای کارهای گروهی که بچه‌ها دور هم جمع میشن، بحث می‌کنن، کاراشون رو انجام میدن. دانشکده بخشای فعال زیادی داره، یعنی شما توی هر زمینه‌ای بخواید فعالیت کنید مسیرش براتون واضحه. از امکانات ورزشی ویژه بگیر تا انجمن‌های علمی، تشکل‌ها، نشریات و یه سری بخش‌های ویژه مثل مرکز رسانه و آزمایشگاه کسب و کار. سالن اجتماعات دانشکده توی همین ساختمون القدیره که ماهانه نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف توی حوزه‌های مختلف
تحول دیجیتال، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و بازاریابی پیش برگزار. ما یه لیگ داریم توی دانشکده که علاوه بر دانشجوهای دانشگاه تهران از همه دانشگاه حدود 70 تیم توش شرکت می‌کنن. 3 تا پارک داریم تو دانشکده: جنوبی، غربی و شمالی. خیلی از بچه‌ها بین کلاس‌ها میان اینجا استراحت می‌کنن، پینگ پونگ بازی می‌کنن یا دور هم جمع میشن. دانشکده در حال حاضر 12 تا گروه آموزشی داره: بازاریابی و توسعه بازار، استراتژی و سیاست‌گذاری کسب و کار، مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار، رهبری و سرمایه انسانی، خط مشی‌گذاری و اداره امور عمومی، علم اطلاعات و مدیریت دانش، مدیریت عملیات و علوم تصمیم، مدیریت تکنولوژی و نوآوری، مدیریت فناوری اطلاعات، حسابداری و حسابرسی، بازارها و نهادهای مالی و مهندسی مالی. برای حسن ختام ویدیو بد نیست یه سری بزنیم به تابلوی حامیان دانشکده و برنامه‌های آینده. دانشکده واقعا بزرگتر از اون چیزیه که فکرشو بکنید، ولی ما سعی کردیم تا جایی ممکن اکثر بخشا رو بهتون معرفی کنیم. اگه دوست دارید دانشکده بعدی که معرفی می‌کنیم دانشکده شما باشه یا دانشکده‌ای که دوست دارید در آینده دانشکده شما باشه، زیر ویدیو کامنت کنید.